وایسه یه دقیقه جایی نرو. اگه بهت بگن همین فردا یکی از معروف‌ترین و خفن‌ترین خواننده‌های ترکیه میخواد بیاد تو تهران کنسرت رایگان برگزار بکنه، میری؟ البته که میریم، هممون با هم میریم. دختر پسر سلام، سودا هستم. به سلبی سودا خیلی خوش اومدی. لطفا به من بگید حالتون خیلی خوبه؟ همه چیزم توی ایدال‌ترین حالت ممکنش قرار داره. بازم متشکرم که منو انتخاب کردین برای دیدن و شنیدن یه سری اخبار جدید. دوستانی که تازه تشریف آوردین خیلی خوش اومدین. شما هم مطمئنم که سابسکرایب کانال رو فراموش نمی‌کنید. لایک ویدیوها رو هم همینطور. مرسی. اول ویدیو بهتون گفتم که اگه بهتون بگن آقا همین فردا یکی از خواننده های خفن و مطرح و معروف ترکیه میخواد بیاد تو ایران، مثلا تهران، یه کنسرت رایگان برگزار بکنه، شما چی میگین؟ مطمئنم که خیلیاتون میگین آخ جون چرا که نه، هممون میریم. منم میام باهاتون، لطفا اون جلو مله ها برای منم جا نگه داریم. حالا این خواننده کی هست؟ آقای محسن کرمزیگül. آیا این خبر صحت داره؟ به قطعیت میگم بله. آیا همین فردا یا به همین زودی میخواد اتفاق بیفته؟ به قطع میگم نه. پس به دل ما صابون نزنیم، چون به این زودی ها اتفاقی قرار نیست بیفته، ولی بهتون گفتم که خبر صحت داره. قضیه از این قراره که آقای محسن کرمزیگül که اتفاقا یکی از خواننده های قدیمی و مطرح و مردمی کشور ترکیه است و من میدونم که خیلی از شما حتی اگه به زبان ترکی استانبولی مسلط نباشین با آهنگاش خاطره دارین، طی یک بیانیه تو استوری اینستاگرامش اومده رئیس جمهور شدن آقای دکتر پزشکیان رو بهشون تبریک گفته. من کاری به این قسمتش ندارم که حالا مبحث سیاسی هست، ولی به شخص متنی که در این ارتباط نوشته بودن رو خیلی پسندیدم. چرا؟ به خاطر اینکه در حمایت از زنان ایران هست. متن استوری محسن کرمزیگül به جناب آقای دکتر پزشکیان اینه که آقای پزشکیان، من به شما تبریک میگم. بزرگترین درخواست من انجام اصلاحاتیه که زندگی زنان ایرانی رو بهبود ببخشه و از اونها در مقابل ظلم و خشونت محافظت بکنه. لطفاً اقدامات لازم رو انجام بدید تا اطمینان حاصل بشه، زنان ما زندگی بهتر و آرامتر و آری از ظلم و خشونتی رو دارن. اگر این اصلاحات انجام بشه، من هم به شما قول میدم که در بزرگترین ورزشگاه ایران کنسرت رایگان برگزار بکنم. مرسی که همراه من بودین. مراقب خودتون باشید، مراقب خوبیاتون هم همینطور. خدافظ.